هیچ وقت صبح اول وقت که از خواب بیدار میشی به موبایلت نگاه نکن. طبق پژوهش‌های انجام شده چک کردن موبایل اول صبح 27% شادی اون روزتو کمتر میکنه. تازه بدتر از اون باعث میشه 40% ضریب هوشیت کمتر بشه. وقتی بلا فاصله بعد از بیدار شدن گوشیتو چک میکنی، مغزت که داشته توی خواب امواج آهسته دلتا رو تولید میکرده رو مجبور میکنی که امواج سریع بتا رو تولید بکنه. 2 موج مهم مغزی رو حذف میکنی. یکی موج تتا که باعث خلاقیتت میشه و اون یکی موج آلفا که باعث آرامش و شادیت میشه. تازه با این کار کلی هورمون استرس توی خونه ترشح میشه. پس یادت باشه صبح تا نیم ساعت بعد از بیدار شدن از خواب گوشیتو چک نکنی. یه سری کارهای ساده هست که رعایت کردن اونا باعث میشه عملکرد مغزیت بالاتر بره. کار ما هوش مصنوعیه و تک تک این موارد رو توی هایلایت اول پیجمون بهت آموزش دادیم.